مستند سوئد در 2 دقیقه. هلو گایز، بزن که بریم. کشور نوردیک در شمال اروپا در شبه جزیره اسکاندیناویه. حکومت کشور سوئد پادشاهی مشروط است و دولت اون به شکل پارلمانی اداره میشه. پادشاه در این کشور مقامی تشریفاتیه و کشور رو نخست وزیر اداره میکنه. سوئد در ژوئن 1995 به کشورهای عضو ناتو پیوست، اما بعد با یک رفراندوم از ناتو و همچنین منطقه یورو خارج شد. سوئد جایگاه خوبی را در جنبه‌های گوناگون ملی مانند مردم سالاری، کیفیت زندگی، آزادی، بهداشت، آموزش، اختلافات طبقاتی، رفاه و توسعه انسانی دارد. شهر گوتنبرگ و استکهلم از گرانترین شهرهای سوئد محسوب میشن، به طوری که هزینه زندگی در اونها به طور قابل توجهی نسبت به شهرهای دیگه بالاتره. مردم سوئد مانند مردمان نروژ، ایسلند و دانمارک از شاخه ژرمنی اقوام هند اروپایی هستند و تبارشان به وایکینگ تابیده است. مساحت این کشور 450,000 کیلومتره که تقریباً 3.5 برابر از ایران کوچکتره. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور استکهلمه. سوئد با 10,550,000 نفر 88مین کشور پرجمعیت جهانه. زبان رسمی این کشور سوئدیه و واحد پولی اون کرون سوئده. سوئدی‌ها از صلح طلب‌ترین مردمان جهان به حساب میان. نرخ جرم و جنایت در آن به طور قابل توجهی در قیاس با بسیاری از کشورها پایین‌تره. سوئد به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین کشورها در طول تاریخ اروپا به حساب میاد. سوئد از غرب با نروژ، از شمال شرق با فنلاند و از جنوب غرب با کشور دانمارک همسایه است. اگه تا اینجای ویدیو اومدین و از محتوای کانال ما خوشتون اومد، این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و واسم توی کامنت ها بنویسید که چه نوع ویدیوهایی دوست دارید. با تشکر، خدا نگهدار.